من در مهاجرتم پدرم از دنیا گذشت. من از سبب راه ها محکم بودند رفتن نتونستم. آیا گناهگار شدم؟ برادر عزیز، هر کسی که در کجایی که باشید، اگر شما مبادایی که مرگ پدر و مادرتون دریاب نکردین، شما یگان گناهگاری در پیش الله مهربان ندارین. یگان گناهگاری ندارین. اگر در پیشش باشی و وقتی دلش ایتو ناراضی باشد، این بدتره برادر عزیز. من دورم که باشم، وقتی دل پدرم دل مادرم از من خرسنده، یعنی در حالت مرگ دریابم که نکرده باشم، جنازش دریابم که نکرده باشم، انشاءالله یگان گناهی ندارد، زیرا پدر از من راضی بود. اگرچه با شما عذر دارین که شما راهاتون بند بود، اگر در همین خود شهرم باشیم، بگذار مثال یک بازار میریم تا میم که مادرمون یا پدرمون ناگهان دنیا گذشته، پس چی ما گناهگاریم؟ نه، فقط راضیگی پدر و مادر را دریاب کن در کار. حالت مرگش اگر بدانی و باشی و بالا که سرش ده کلمهش بگوی، یاسین بخوانی، این نور بالای نور. لیکن اگر مبادایی که یکی کار می افته، یا سفری می شود، یا ضرورتی می شود، اینجا رازگیش ای همه مهمه. دیگه شرکت نکردنت یا دریاب نکردنت برای تو یگان گناه پیش الله مهربان ندارد. استاد می گفتید که حضرت مریم مادر حضرت عیسی و بیبی رابیه پیغمبر بودن؟ نه برادر عزیز. از اول دنیا تا پیغمبر آخر الزمان که پیغمبر خودمان است، هیچ زن پیغمبر شدگی نیست. یعنی اینها زنهایی بودن که این مادر پیغمبر بود و اینش بیبی رابیه بهترین زنی بسیار پاک دامن، زنی با خدا نزدیک، زنی از خدا میترسیدگی بودن. لیکن اینها پیامبر نبودن برادر عزیز. بابا جان در خواب خودت را مثل سگ بینی چی معنی دارد؟ من تعبیر خواب نمیکنم برادرها. یعنی تعبیر خواب به خودش علم دارد، من تعبیر کردن نمیتونم. استاد جان در آخرت مثل همین دنیا مهر بین پدر و مادر و فرزند هست یا نه؟ البته هست. وقتی خدای مهربان شما را داخل جنت کرد، شما حتما پدرهاتون را میبینین، مادرهاتون را میبینین، فرزنداتون را میبینین. همون مهر، همون محبتی که مقصد داشتین همه برقراره. بین شما رفت و آمده، بین شما نشست و خیزه، همه اینها در آخرت برقرار و بردوامه برادر عزیز. خب سوال دیگر، شخصی که فرزند نمی‌یابد و نمازخوانی را بس میکند، میگوید که همین قدر سال نماز خواندم فایده ندیدم، حکمش از نگاه اسلام چی هست؟ برادر عزیز، اکو آدم در حیات، یعنی وقتی که نماز میخوانی لیکن خدا فرزندت نمیته، نماز میخوانی کارات برار نمیگیره، نماز میخوانی زندگیت هیچ بهبود نمیشود، آیا این به نماز چی رابطه داره؟ برادر عزیز و گرامی، اینجا نماز چی عیب و چی گناه داره؟ آیا تو را به فرزند نمازخوانی کرد؟ آیا تو را کمبغل نمازخوانی کرد؟ نه برادر عزیز، این از روی نادانی شما هست برادرها. این گپ هیچ وقت نزنین که مقصد این قصال نماز خواندم و باز هم صاحب فرزند نشدم. این گپ نزنین، در این شما گناهگار میشین. ناامید نشین برادرای عزیز. نماز انشاءالله این وقتی ستون دین باشه، نماز این رازگی الله باشه، نماز این گویم روسیا کردن شیطان باشد،
برای شما خیر و برای شما بسیار فایده زیاد داره. ولی یک قصه است، میگه یک نفر پیش امام ابو حنیفه آمد، گفت که حضرت من 1000 سوم داشتم، همه را گم کردم، در کجا ماندم فراموش کردم، نمیدونم که در کجا ماندمش. حضرت یگان دعای یگان راهی نیست که همین پولام من بیاوم. گفت شب نماز تهجد دا بخیز، نماز تهجد دا بخوان. گفت انشاءالله از خدا امیده، گفت که تو مبلغ تا میاوی. میگه این مردک شب آمده، شب نماز تهجد دا خیز، همین یه رکعت چه خوانده بود که شیطان به یادش آورد که سوما در فلان جا هست. میگه در درون نماز وقتی به یادش آمد، دیگر از نماز بیرون شد و رفت مبلغاش یافت و غلطید خواب کرد. سحر میگه پیش حضرت امام ابو حنیفه رفت، گفت حضرت خدا برکت تیا، بسیار دلالت خوبم کردی، همین یه حرکت خوانده بودم که به یادم آمد، رفتم پول ما گرفتم لیکن دوام نماز دیگر نخواندم. گفت تو شیطان بود که تو را به یادت آورد. برای چی؟ برای که تو نماز نخوانی، برای که تو در این نماز بسیار ثواب زیاد میگرفتی، تو برکات زیاد که میگرفتی، در او پول تا به یادت آورد و این نماز بیرونت کرد. گفت برو مبلغش بگیرد و ثواب نماز نگیره، برکت نماز نگیره. برای همین برادر عزیز این کار نکنین، شما با این گپتون توبه کنین و رو به نماز بیارین. الله مهربان شما را هیچ وقت ناامید نمیکنه. بابای حاجی در وقتی زمین لرزه در مسجد در نماز باشی، همانجا از دنیا گذری حکم شهید را میگیری یا نه؟ یعنی اگر به شرطی که در نماز بودین که مسجد در بالاتون چپه شید، خود زمین لرزه بود خود زمین لرزه نبود، وقتی شما زیر خاک موندین و دیوال موندین و ای دنیا گذشتین، شما حتما درجه شهادت میبرید. اگر در مسجد هم نه، در همین خانت هم خواب هم باشی، همون امارت در بالا چپه هم شود، تو شهید گذشتگی. یعنی همون شهیدهایی که گفتیم 5 نوع شهید، یک تاش همون کسی که زیر همین خاک دیوال و زیر امارت میمونه. استاد جان جنازه پیغمبرمان را کی خوانده است؟ برادرای عزیز، پیغمبر نازنین مونه جنازش ده هیچ کس امام شدن ده حق نداره. پیغمبر این خود امام هست، این خود پیشوا هست. برای اینها برادرای عزیز هیچ کس امام نمی شود. وقتی که حضرت که ای دنیا گذشتن، مردم چیکار کردن؟ مردم آمده 10 کس هر کی نماز جنازه را خودش به خودش نیت میکنه، جنازه حضرت هم میخونه و میبرویه. یعنی تمامی همون اصحاب پیامبر 10 نفر آمدن در خانه پیامبر که خانه عایشه مادرمون بود، خانه پیامبرمون بود. همونجا که جان سپاریدن، همونجا گفتن مرا دفن کنید و در همون خانه در آمده 10 کس نماز جنازه را خودشان هر کی به خودش نیت میکرد و میخواند و میبرامد میرفت. هیچ کس یعنی امام علاهیده برای پیامبر نبود. برادر عزیز، ما در سنگتوده کار میکنیم، 15 روز در خانه و 15 روز در کار. در همین حالت چگونه نماز خوانیم؟ یعنی نماز قصر برادر عزیز، وقتی که ما تا 15 روز نیت کنیم، اگر جای میریم که نیت 15 روزه باشد، ما مسافریم، یعنی نمازامون کوتاه کرده میخوانیم. 4 رکعت فرضه، 2 رکعت میخوانیم. لیکن نیت مونای 15 زیاد باشد، انا که وقتی در همون مکانی که رسیدیم، بعد نمازها را برادر عزیز پره میخوانیم.